خوراکش که میبره میگه مادر تو چهار بزن گریان بکن برای نبره سری سرک. خدا روزه تیر میکنه دیگه چی کنیم کوک. ارزی زندگی مکتب برم درس بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، با چهره خورترک حتما آشنا هستین. نامکش سبحان است. کسی که البته در امو کنار جاده ها همیشه می نشست تا که مردم کمک دستگیرش کنند. الحمدلله ما امروز این خانواده نیازمند کمک میکنیم و چوب به خاطر زمستانشان بخاری و همچنین مواد غذایی است، آرد و روغن و چای، بوره، نخات و این شما خود دیدین و همچنین مقدار مبلغ پول نقد هم است که به خانواده تسلیم میشه بابت از اینکه ان شاء زمستان خوب رسپاری کنه. ما سپان عزیز که خود ان شاء الله اسپانسر میکنیم تا اینکه دیگه در جاده نشینه. خوب است سپان جان؟ ها میخواست ما وزی میریم چوبا میآید دیگه. خب بریم ما تو. خب دوستان عزیز، در خانه سبحان عزیز هستیم. سبحان قندولک، البته بچگک. در ابتدا احساس میکردیم که دخترک است، چون کسی از خواهرکاش چون خیلی زیادی را پوشانده بودن. گفتیم دختر خواهرکت است؟ گفتن بله. سوء تفاهم شده بود، اما این دخترک نیست، این بچگک است و بسیار زیاد پیچانده بودن. امروز حتی جمپر دخترانگک چون ندارن دیگه حتما به تنش کرده بودن، از خاطر محسوس نمیشد که این بچگک است. به خانه شان هستیم. خواهرکا برادرکاش است و مادر بزرگوارم در کنارم است. بسته های مواد غذایی است، ان شاء الله میتونه کل زمستانشان خوب تیر شود و چوب و همچنین بخاری هم به خانواده دادیم. مادر بزرگوار میشه در ارتباط با مشکلات زندگی تان بگوین که چند تفلک دارین، زمستان چگونه سپری میکنین؟ 8 تفلک داریم. پدرشون پایش معیوب است، شکست است. این نمیتونه با مشکلات تیر میشه دیگه. کوکو چی کار کنیم؟ خانه لوش، خانه خنک. پدرشون به من خاطر درد پاش مواد هم استفاده میکنه. این آدمای کم پیسه غریبی نمی سری سرک میره و گشنه و تشنه خدا یک روز تیر میکنه دیگه. و دست بزمستان چیز آمادگی گرفته بودیم؟ هیچ چیز نداشتیم کوکو به می زمستان. تا حتی یک دیگ و روغن هم نداشتیم که به می دیگ انداخته به اشتکا غذا جور کرده بودیم. خانه شما آباد، خیر ببینین که شما هم کمک بری ما کردین. خواهش میکنم مادر جان. ای پدرک دست؟ پدرک ایره وقتی که میره با کار جگرخون نمیشه که خورترک دستایش میشه کوکو گریه میشم کوکو اینطور گریه میکنه. میگه همیشه مرا بیگه ای که میای از سری سرک میگه که همیشه مرا کارداری نمیکنین، صبح که مرا کارداری نمیکنین. اگه خوراکش که میبره میگه مادر تو چهار بزن گریان بکن برای نبره سری سرک. خدا روزه تیر میکنه دیگه چی کنیم کوکو. نکو گریه نکنین. چرا گریه میکنین؟ نکنین گریه. آرزوی زندگیت چی است؟ ارزی زندگی مکتب برم درس بخونم. خود هم کتی بیادره که صبح وقت بیرون میشی؟ کوکو کس برات چیز بد خود نمیگه وقتی که از پیشون کمک داری؟ نه هیچ چیز نمیگه. یگان تا خوب است، 100 تا بد است کوکو. 100 تاش 1 تا بد است. یگان چیز میگه، یگانش نمیگه. میشنیم کار ما رو میکنه. 100 روپه 50 روپه میاریم مای 3000 کرایه خانه میدیم. چرا گریه میکنه؟ خندولن نکو خند کوکو دیگه. یعنی دوستان عزیز، انسان هر قلبی که از جنس سنگ هم باشه بخوالله. چرا گریه میکنه؟ خند کوکو. نکنین گریه نکنین. خدا الله متعال مهربان است. سبحان جان دیگه دوست داری بیرون نری؟ انشالله. خب مادر بزرگوار با مبلغ در کنار تمام این کمکایی که بر شما هست، مبلغ 15000 افغانی است، شما حساب کنین انشالله مشکلاتتون حل میکنه. سبحان عزیز دیگه روان نکنین و اگه شما تعهد کنین که دیگه سرک رو نکنین، ما انشالله اسپانسر میشیم شما را. بتونیم روی نمیکنیم کوکو. اگه بفهمیم که زمستانی ما خوش تیر میشه و میوشت کو زید نمیشه و گوشنه نمیمونه، ما چرا های کنم سری سرک؟ خیر بینین. دیگه خودتم نمیری سرک؟ ها
نه. آفرین قند کاکا. خب دوستان از انشالله ما این خانواده را دائمی اسپانسر کنیم و دیگه اینا ناگزیر نشن که برن بیرون کار کنن. این تفلکای خردکا که 8 فرزند داره این مادر بزرگوار، پدرشان هم گفتن که پای شکسته و مواد هم استفاده میکرد. بر صورت الله متعال مشکلات اینا را حل کنه. ما در کنار اینا و امثال هموطنان عزیز خود هستیم. فعلا مواد به اینا تسلیم داده شده است. انشالله که در آینده هرچی بیشتر اینا را کمک و دستگیری کنیم. لینک ها مشاهده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.